السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنا بين جدة ومكة قبر أم المؤمنين مدار المؤمنون السيدة ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها همسري رسول الله صلى الله عليه وسلم. قبر همسري حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا همسرش قبر همسرش بين جدة ومكة. بين جدة ومكة وقت بیایه در راه کلون اینا از نشان میتون در جای اینجا زپرافکای ادریس نم داره. زپرافکای دریس اگر ای طرفی جده اونمون طرف جده اومدن ده پستی گایی پست ملیسای اومده بعد پست نمیجا مسجد میشوه. اینا مسجد در رو پروش اینم خیلی دیوال گرفتگی های او پرشم ای پرشم نویستگی های. اینا قبری همسری رسول الله صلی الله علیه وسلم میمونه بنت الحارث. میمونه دختری حارث رضی الله عنها. این اینجا در خوبه. این همی شیخ انشاءالله بارک الله فی خدمت کرد در راه آورد نشان منداد. حياكم الله شيخ بارك الله فيكم. خل خلاص کی اومده زیارت کنه. اوکی درمون خدا. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.